سلام بر عزیزان دل. امیدوارم که حالتون خوب، سال نو شادیای بیشتری بیاد سراغتون، غم دور بشه ازتون. آرزو میکنم برای تک تک رفیقام، تک تک دوستایی که میشناسم. امیدوارم سال پربرکت، سال پربار به نتیجه رسیدن کاراشون. گفتم باز یه ویدیویی ضبط کنم، چون 3-4 تا از اونایی که بهشون فشار اومده سر ویدیوی قبلی پیام داده بودم بهم تو اینستا. یکی رو که خیلی وقت پیش میشناسم، خیلی بهش فشار اومده بود. ببینید همیشه اینجوریه، خب حرف حق همیشه تلخ عزیزم، حرف حق همیشه تلخه. من یه خط از آخرشو بهتون میگم، اونایی که میخوان تو این شغل بیان وقت بذارم. ببین این شغل اینجوری نیست که تو بیای مثال یه 10 میلیون پول بذاری یا 100 میلیون پول بذاری سرمایه اولیه که بتونی ازش پول برداری، بتونی ازش سود کنی. نه عزیز من، اینقدر این 100 میلیون ها میاد ازت میگیره، اینقدر میگیره که خودت میمونی. میگن 98% موفق شکست میخوره توی این بازار، 2% موفق میشه. اون 2% ها استمرار دارن. اون 2% ها اینه که از رو چه حسابی میگن، اون 2% ها انقدر زمین میخورن بلند میشن، انقدر لیکوید میشن دوباره میان تو این بازار پر رو. اون 2% ها بچه پر رو هن. اینا که موفق میشن. 98% ها عزیز من اونایی هم که دوبار میان یا لیکوید میشن یا پول ضرر میدن، دیگه سمت این بازار نمیان. به خاطر اینه میگن 98% اونایی که وارد این شغل میشن ضرر میدن و فلان، بازندن، 2% سودن یا 2% موفق میشن. جریانش اینه. ببین من الان گفتم، اون سری گفتم 4 سال تو این بازار دارم کار میکنم، خیلی هم سود در آوردم و خداییش، ولی همونجوری هم دادم رفته، بیشترش هم دادم رفته. خب اتفاقا به اون رفیقم که پیام داده بود و فلان بیسار گفتم عزیز من، نمیگی که مثال تو استادی، نمیگی مثلا تو خوب بلدی، آقا بیا با هم بشینیم روبروی هم، 10 تا معامله تو باز کن، 10 تا من باز کنم. اگر تو به گرد پای منم رسیدی، خیلی به بقیه قدیمی های ضرب المثلی دارن میان سیبیل همو میتراشم، من سیبیل ندارم. من کلا این کارو میبوسم میذارم کنار. گوش میکنی؟ داداش شوخی نیست. 20-25 ستاپ معاملاتی بلد باشی، والا به خدا شوخی نیست. اینا همه از کار کردن، همه از استمرار، یا مثال همه از پشتوانه، یا مثال همه از همت و فلان و اینجور چیزا سررشته میگیره که میتونی بمونی کار کنی، اینا رو یاد بگیری. مگه من بلد بودم؟ نه، و منم کار کردم، یاد گرفتم. گوش میکنی؟ ولی باز دارم میگم عزیز دل که میخوای وارد این شغل بشی، قول حرفا یا تبلیغاتو نخور. پول داری برو سرمایه گذاری کن، ارز بخر، سهام بخر، بذار بمونه 6 ماه 1 سال، دست بهش نزن. وگرنه تو بخوای بیایی تو این شغل بگی من ماشین لامبورگینی میخرم یا بنز میخرم، به خدا سر وعده های سر خرمنه این عزیز من. قول این حرفا رو نخور، قول این استادای پکیج فروش رو نخور. گوش میکنی؟ آره داداش من، اگه قوی هستی، اگه کسی پشتت هست، اگه میتونی، بله آقا 4-5 سال کار کن،
آیا یه کسی میگه 8 ماهه به سود میرسی 1 سال؟ نه داداشم، تو باید 3-4 سال تو این بازار باشی، بالا پایین چارتو ببینی، انقدر ببینی ملکه ذهنت بشه. سری قبلم گفتم از 1000 تا معامله، از 10,000 تا معامله هیچ کدوم شبیه هم، یعنی مثل هم نیست. شاید با هم دیگه شباهت داشته باشه خب، ولی هیچ کدوم مثل هم نیست. این یه مسئله دیگه هم اینه که دوست عزیزم، این بازار 20% تکنیکاله، 30% تکنیکاله، 70-80% اینو به جرأت دارم میگم روان خودته. روانت درست باشه همه چی درسته. طمع تو بتونی کنترل کنی، ترس تو بتونی کنترل کنی، تو این بازار موفق و موندگاری. گوش میکنی؟ من خودم شخصا تو حد ضررام میذارم، حد ضررم بخوره، تو سودام یه ذره سود کردنی میبندم. پس من مشکل دارم دیگه، مشکل دارم. گوش میکنی؟ من اگه مشکل نداشتم الان 4 ساله دارم رد میکنم، الان به سود مستمر رسیده بودم. من خودم شخصا نتونستم روان خودم رو کنترل کنم. من الان یه مشکلی دارم، نه مشکل روانمه، اونو بتونم حلش کنم تمام، شخصا به سود مستمر میرسم. چون همه چیزو پشت سر گذاشتم، بدبختیاشو، گوش میکنی؟ بدبختیاشو همه چیزو پشت سر گذاشتم. شما هم عزیز دل من حرف این اونو ول کن. یه جایی میرسه این خاصیت، این خصلت یه تریدرها، خدا شاهده، یه جایی میرسه به مردن تو خوشحال میشن، به مردنت خوشحال میشن. اونجاست که بلند میشی. یه جایی میشه که یه دونه فامیل دور و برت نیست، نزدیکترین آدمت غریبه میشه واسط. گوش میکنی؟ اونجاست که تو میتونی بلند بشی. مخلص کلوم پوست کلفتی، بسم الله. پوست کلفتی، این شغل بهترین شغله. 100 تا اون سری هم گفتم، خدا شاهده، والله بالله 10 تا طلا فروش هم سودشو جمع کنی، سود یک تریدر حرفه‌ای نمیشه، نمیتونه بشه. گوش میکنی؟ پوست کلفتی، بسم الله یا علی، بهترین شغله. شاد و پیروز.